خب سلام و درود بچه ها. من شما رو دعوت میکنم به یک بسیار ویدیوی جالب و دیدنی. این مرده که میبینید رفته سر خر منتی کردن آورده، میخواه که قرم خر جور کنه و آلی ایره میخواه کله را صاف کنه، یعنی کله خر را آن جواری ها را ماتش کرد و حال دیگه در حال پاک کردن کله خر هست و در کله خر پاک میکنه که برای میشه یک غذای بسیار خوشمزه و لذیذ پخته کنه. آیا شما تا حالا دیده اید که میشه آدم کله خر خورده باشه؟ ما که تا حالا ندیدیم. این مرد چینی، این قهرمان، آفرین دیگه در مرحله وسط های کار رسیدیم. هیچی بود، زنجفیل اضافه کرد، ولی چی بلا بود، آردو نمیدونم چیلی و برگبو و یه چیزا رو اضافه کرد، دیگر آب مردار هم اضافه کرد، سیر هم اضافه کرد. خب تای زیر آتیش میکنه اینا دیگه بلقص جوش ماد بیشه اگه نه دیگه پخته شد. والا یعنی گوگنس هم اضافه کرد، با پدرش نده نخوردن، گوشی گرفت خورد.